نگوییم که مادر نداریم. همین مادری تاجیک برای همه شما مادر است. همه مادر است. کجای رویم، کجایی که رویم، مادروار شما را مهربانی میکنند. مادروار نمیگوید این فرزندی کی است، این کی است، مثل پسر خودش فرزند خودش مهربانی میکنه. در پرتو هدایت‌های پیشوای معظم ملت محترم امام علی رحمان، اوید به گرامی داشته مادر در دایره پیشنهاد رئیس ولایت ختلان محترم دولت علی سید درباره سال فرهنگ کتابخانه اعلان کردن سال 2025 اداره روزنامه ختلان موسم دوم آزمون آنلاینی عالیه مهر را اعلان میکند. داوطلبان به آزمون ویدیوی قرائت زیبای شعر و ترانه در وصف مادر را پیشنهاد نمایند. شعر و ترانه ها باید مضمون بلند داشته بزرگی مقام و منزلت مادر را بازگویی کند. شرط های آزمون: ویدیوی داوطلبانی که قبلا یا همزمان در آزمون های دیگر استفاده شده است قابل قبول نمی باشد. در موادهای ویدیویی باید نام و نسب داوطلب، اینچنین مؤلف شعر، اگر آهنگ استفاده شود نام و نسب مؤلف آهنگ اشاره کرده شده باشد. داوطلبانی که سال گذشته در آزمون اشتراک کرده بودند باید متن شعر و ترانه نو را پیشنهاد نمایند. راویانی که در نوار ظاهر می شوند و رو بر روی کامera قرائت می کنند در وقت بهاگذاری به اینابت گرفته می شوند. موادهای ویدیویی داوطلبان باید اول به هیئت تدارکات آزمون پیشنهاد گردیده پس از رقم گذاری در شبکه‌های اجتماعی روزنامه ختلان نشر می گردد. آزمون از روز اعلان آن تا 1 مارس سال 2025 ادامه می یابد. در وقت بهاگذاری در برابر قرائت زیبای داوطلب اینچنین شماره پیسند، شرح، بازنشر و مقدار فراگیر تماشابینان به اینابت گرفته می شود. غالبان آزمون با دیپلم های درجه 1، 2، 3 و مکافات پولی در حجم زیرین قدردانی کرده می شوند. جای یکم 3000 سامانی، 2 جای دوم به هر یک 2000 سامانی، 3 جای سیوم به هر یک 1000 سامانی. همزمان 4 اشتراکچی فعال دیگر با افتخارنامه و تحفه های خاطروی روزنامه ختلان سرفراز گردانیده می شوند. در آزمون شهروندان سن و سال گوناگون و تمام قشرهای جامعه می توانند اشتراک نمایند. آزمون عالیه مهر در عرفه روز مادر جنبست گردیده غالبان در وضعیت تنتنوی قدردانی کرده می شوند. اشتراکچیان آزمون می توانند ویدیوهای خود را طریق مسنجرهای تلگرام یا واتساپ با رقم 881 38 3300 با صفت بلند به روزنامه ختلان فرستند. محبت و صمیمیت خود را به مادر طریق آزمون عالیه مهر نشان بدهید.